کی از یک کمکی فکر خود کار نگرفت، از استعداد خود کار نگرفت، چرت نزد که چی گپ است. و هو السمیع العلیم، الله شنونده است فریادا را، سخنا را، گپا را، لافو پپ چی میگه، پتو پراق میگه، پفو پراق میگه، چی میگه، همه را الله میشنوه. مردم ها پیدا میشه سینه را میزنه. امروز سیسته اوباما هیاهویه در تلویزیون ها بندازه، لیکن روزی فرا میرسه این کلش الله متعال میشنوه. و مردمی که در زندان ها انواع تعذیبا حتی خلاف انسانیت و بشریت میشه، همین مدعیین کاذب حقوق بشر که از در زندان ها اون چهره هایشان برملا میشه، چهره های کاذب و دروغگوی و ظالمی میشه. شما اینترنت ها را میبینی که چه حالت است سری مسلمان در هر جای، چه کارروایی ها میکنه علیه مسلمان، حتی از انسانیت خارج. الله سمیع است. امی زندانیان هم الله میشنوه. اما امی مشکلات که ما دوچار هستیم مسلمان ها از دست خود ماست. من در پالی کافر استاد هستم، من کافر تقویت میدم، من کافرم شانش دیگم پشتی سرش قوت میدم. ماستیم خودی ما. وقتی از خانه خود کسی خانه خود در بده دیگه گناه چیست؟ الله حفاظت میکنه، نصرت میکنه مسلمانه. خب مسلمان میگیره خانه خود در میده، کسی که از درون خانه خود در بده دیگه چطور؟ چی امکان داره؟ امروز حالات همونطور است. العلیم میداند تمام حالات، تمام کوایفه که چی گپا میشه چی نمیشه. سمیع و علیم الله متعال است، کسی دیگری نیست. قل بگوی پیامبر علیه السلام غیر الله یتخذ، این راه های تعلیم است. دعوتگر برای تو پیش میشه، سوالا برات میکنه. اول اشاره به پخته بودن در راه توحید است. چه رقم ما کم شوی موحد. قل بگوی پیامبر علیه السلام غیر الله یتخذ ولیا، آیا ما غیر از الله بگیرم ولیا، سرپرست، متصرف، مددگار؟ فاطر السماوات، او تو ذاتی که پیدا کننده آسمان هاست، والارض، از زمین است، از مواد جداگانه هر کدام الله پیدا کرده. و هو یطعم، خوراک میده به تمام کائنات و مخلوقات. ولا یطعم، برای ازی طعام داده نمیشه. پدر و مادرم طعام میده، پیرام لنگر داره مردم شوله ردش میخوره، خو لیکن برای ازی طعام داده نمیشه. ای ضرورت به طعام نداره، خب پیر صاحب ضرورت داره، پدر و مادر ضرورت داره. اولش از تو طلب میکنه بیا قط ما یک جای شو، دمی تنظیم ما بیا، امو معبودای ما را مددگار فکر بکن، آواز برش بده. چی رقم آواز بدم؟ مرا در کجا دعوت میکنی؟ به سخی صاحب، به علی، به فاطمه، به حسین؟ مثل که امروز دعوت ها شروع است. اینترنت هم شما باز کنی که چقدر مردم دعوت میده به شرک و به چی. یک جناب محترم در تلفن برای ما بسیار مسیج روان میکنه. و مسیج ها لایق است که ما در آخر ترجمه براتان بگویم که آنقدر فضایل با علی رضی الله عنه جمع کرده که یک پیغمبری اولوالعزم هم نداره. خلاص ادعا، این ادعا میگه. در کدام طرف مرا دعوت بدی؟ خیر بهتر است که وقتی علی قدر فضیلت داره خلاص ما علی رضی الله عنه را پرستش کنم، خلاص خدا گفتشه. امیر بعد از خط ترجمه براتان میگم. از یک گروه یک شخص است برای ما مسیج روان کرده رویسته، و کدام طرف دعوت داده میشیم؟ ما را به کدام طرف دعوت میدی؟ چی بکنیم؟ قبرها را طواف بکنیم؟ حاجت روا مشکل کشا بدانیم؟ کی را؟ آیا امکان داره که ما در مقابل الله متعال دیگر را حاجت روا بگویم؟ قل بگوی پیغمبر علیه السلام غیر الله، آیا غیر الله اتخذو، ما بگیرم ولیا، متصرف، کارساز، حاجت روا، مشکل کشا، سرپرست بگیرم؟ فاطر السماوات، تو ذاتی که پیدا کننده آسمان ها، والارض، از زمین است. و هو یطعم، خوراک میده، ولا یطعم، برای خوراک دادن نمیشه، ضرورت نداره. کسی که حاجت به کس نداره و به هر کس داده رویست، کدام میشه پرستش کنم؟ جواب داده میتونی؟ مرد هستی؟ دمی قابلی همی گپ دلیل داری؟ گفته میتونی که بلی سخی صاحب حاجت روا بدان، در وقت مشکل برش آواز بده؟ پدرت جواب داده نمیتونه. چرا؟ و تو ذاتی که کائنات پیدا کرده، کائنات برش معلوم است، در کائنات چی واقع میشه، چی مشکل است. به او تو ذات آدم بعد آواز بده، نه به او ذاتی که از تو آگاهی هم نداره. در کدام حالت بسر میبری؟ چی مشکل سرت آمده؟ حالی اگر ما حالی هم توحید و یکتا پرستی الله را نپذیریم، خیر کی میپذیریم؟ چه قسم بپذیریم؟ امی
شما یادتان باشه کتاب الله بند شده، بند طاقا. مردم از این خاطر رای قبرها را گرفته، رای اشخاص را گرفته، با پیر صاحب سجده کده رایسته. پیر صاحب از ذکر خود چهرهش از ذکر خود میگیره، میگه چهره مرا مشهور قصه را میکنه که در دریا که رفتی بگو یا چیسته پیر، یا پیر گفته برو، یا گفته که نه خودش یا پیر چرا بگم یا الله بگم، غرق شد که یا پیر گفت بس نجات پیدا کرد. خیالات و وهمیات به مردم بیان کرده رایسته. امروز این معاشره اسلامی است، او معاشره که کتاب الله این قرآن ده به این نشان است. این قرآن چی طور دعوت میده، چی طور تو یک تا پرست میشی، الله را میشناسی. باز برات میگه خب قل اینی امرت ان اکون اول من اسلم. این قدر تو هم چی نکنی توحید خو این قدر چیزی ضروری نیست. هر روز فقط هم دنبال توحید گرفتی بر ما بیان کرده رایستی. بگو برش پیامبر علیه السلام چرا نه توحید خیلی امر ضروری است. اینی امرت، ما مامور شده من اکون اول من اسلم، که ما باشم اول تسلیم شونده به نظام الله. اول مسلمان کیست؟ پیغمبر. اول تسلیم شونده به نظام الله کیست؟ و دیگران نرسیده باشه پیغمبر تسلیم است. توحید امر ضروری است، را ما باید بیان کنم. و دیگه ولا تکونن من المشرکین، مامور شدم که قطعا ما مشرک نشم. چرا؟ اولین گناه عظیم در مقابل نظام الله شرک است. ولا تکونن، ما مامور شدم که تو نشو من المشرکین، از جمله مشرکا. پیغمبر چیخ میزنه که ما از جمله مشرک نشم. وظیفه ما دعوت توحید و ما باید مشرک نباشم. پیغمبری ما رفت، محمد رسول الله از دنیا رحلت کرد، این آواز به این مردم کی میرسانه؟ پیغمبر خو مامور بود که عقیده یکتا پرستی الله را به مردم برسانه، اعلان بکنه که مردم شما مشرک نشوی، مشرک نشوی. امروز چقدر شرک است؟ خودی ارزیابی بکن. برو ما کاش که همین مصاحبه میشد، قریه به قریه یک دفعه با طور مونه آدمی هوشیارش از پیش سوال بکن که او عقیده شرک داره، عقیده یکتا پرستی الله را داره. از کجا معلوم میکنیم؟ از دشت میگیرم برش میگم بیا هم یک کفتری شاید دو شمشیره را بخو که خورده میتونه. یعنی دمون زیارتی که در قریش است فقط یک چوب امی زیارت بگیره در تنوری خود بسوزانه که سوختنده میتونه. یعنی شرک خوشاخ نداره. الله را شناخته نشناخته تولی را الله را. ما که میگیم که ما مسئولیت داریم، علما به الله قسم در روز قیامت به الله پیش میشه، یا آیاتای قرآن در دمی روی دستات میشه. این ملت آگاه کردی یا نه؟ یا آیات قرآن برش بیان کردی یا نه؟ تو روزی تا تو تیر که در رایستی، آبی تا پف که در رایستی که من از مسجد نکشه، تو اول مشرک توستی، دور از علمای حقانی. به خاطر مشرک است که رزق خدا از مردم میدانه، نه از الله میدانه. رزاق الله را نمیدانه. مسائل حقیقت دین پنهان کرده به مردم نگفته. امروز مردم در کدام حالت است؟ میبینیم که این زیارت سبب گمراهی مردم شده به سطح رسمی. نگفتم مزار، دین روز نگفتم، مزار به سطح رسمی سبب گمراهی ملت شده. هیچ کسی نیست، نه دولت است، نه مولوی است، نه ستر محکمه است، نه حج و اوقاف است، هیچ چیزی نیست. بلکه ملا دمور اوزه ملایام میکنه. یک مشرک طبیعت دیگه است که واهیات بیان میکنه، باز میگه که کاش که گپی مرا چندین میلیون نفر بشنوه. این گپی شرک ازیره، نعوذ بالله. بیچاره خودش تالی توحید یاد نداره، یک تا پرستی الله را یاد نداره. شایع کرده بول غایت پیامبر از صحابی خورد، او برش اینطور گفت و بدبختی خبیث. تو چطور اولی حدیثت تحقیق بکن چه رقم حدیث است، باز تو عالم هستی چی مناسبت داره به این مسئله دین است، فرض است، واجب است، سنت است، مستحب است. این موضوع را به مردم بیان میکنی هیچ چیز. یک صحابی پیشاب پیامبر به نافهمی خورده باشه، حالی را به مردم بیان میکنی. خود مورد طعن و لعن دشمنا و اجنبی قرار بدی که برات بگه که خوب آیا برای انسان درست است که پیشاب انسان دیگر را بخوره؟ دین شما میره دعوت میده؟ یا علما است. این به میتور عالم مردم نشست است، بودگیریان هم برش میکنه. چی مردمی ماست؟ الله رحم بکنه این مردم. این چی رقم مردم است؟ شما باور به الله بکنه اگر دجال برای یک نفرم باقی نمیمانه. دجال خو
باران امر میکنه باران میشه، زمین امر میکنه معدنیات کل در روی زمین میاد، مرده را امر میکنه میخیزه، او را قبول نمیکنه. دجال کلگی در دنبالش روان میشه. کتاب الله قاد شدگی است، کسی درد این کتاب بیان نمیکنه. قل بگوی پیامبر علیه السلام انی اخاف این عصیت ربی عذاب، بگذار یک چند روز، او قدر ضروری نیست تبلیغ توحید. اگر بگذاری چی میشه؟ ما را یک کمی گوشای ما آرام شوه. امروز شما ببین از موحد مردم تنگ است. به الله قسم در ترجمه ما آمده یک جای نی، با ده ها جای ما ترجمه قرآن کرده مردم آمده. دیروی چارایی حاجی یعقوب بودم، یک خواب آدمی معبر و آدمی خواب که خود لکس میگرفت آمد، گفتم این ترجمه اگر در لاسپیکر نشه. ما گفتم چرا؟ گفت ما را در خو نمیمانه. ما گفتم تو را به الله قسم راستی تا بگو جناب، دمی پالی ما روی بروی چی هسته؟ سینما. او آن قدر کستا را بلند میمانه که از صبح تا شام کدام روز دمو هتل داخل شدی برش گفتی که کستا نکمی پخش کنی، همینطور اوگین کرد. ما گفتم برو که غضب الله سرت پایین میشه، تو باید خوش میشدی که الحمدلله آواز قرآن میشنو. 15 نفر از قلعه کاشف در مسجد کمپانی می امی سوره انعام شروع بود ماه مبارک رمضان ترجمه بند شد. 15 نفر ریش سفید، مولام قطش قطی، وکیلام قطش قطی. ما ترک کده نمیتونم، مرا که پرچم کنه ما این موضوع را ترک کده نمیتونم. چرا؟ قل بگوی پیامبر علیه السلام انی اخاف، ما میترسم این عصیت ربی اگر نافرمانی پروردگار خدا کردم. نافرمانی در کجاست؟ این بالا گفته بود انی امرت ان اکون اول من اسلم، اول مسلمان، اول بیان کنید توحید نباشم. حالا اگر نافرمانیش بکنم عذاب یوم عظیم میترسم، از عذاب روز بزرگ. عذاب روز بزرگ آمده نیست، ما به الله چی جواب بگه؟ همین آیت در پیشی هر عالم استاد شد، هر عالم انی اخاف این عصیت ربی اگر نافرمانی پروردگار کردم، پروردگار ما را مامور ساخته. پیش آیت تیر نکردیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، برسان. اول موضوعی که در قرآن آمده موضوع چیست؟ توحید الله است. رساندیم. در منبر بالا میشیم ان العلماء ورثه الانبیاء، ان العلماء ورثه، کدام وارث؟ اسقاطای مردم جمع کردی، صدقه فطر جمع کردی، پوستای قربانی را جمع کردی، به نام حق الله مردم از پیشش گرفتی، چی کردی؟ همیشه نوبتی مردم لکس طعام تو خوردی. ما بامیه را در هفته یک دفعه پیدا کرده نمیتونیم بری تو، هر روز گوشت پلو آمده رو ایسته. جنابی محترم ملا صاحب چی کردی؟ توحید الله را رساندی؟ مؤذنت که پشت سر تکبیر میگه آذان میگه، در وقت جان کندن میگه یا پیر صاحب، یا پیر صاحب، وی 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 استخی صاحب استخی صاحب. همین نگفتی؟ مسئولیت است. میدانی که پیش الله متعال پیش میشی، از عذاب الله در پیش روید پیش میآید که عذاب الله چی رقم است؟ عظیم است. عذاب الله عظیم است، بس بزرگ است. خدا نجات داده نمیتونی، در دنیا است. من یصرف عنه یومئذ، کسی که در تو روز گردانیده شود از او، یومئذ در روزی قیامت، امی عذاب الله فقد رحمه، یقینا الله سرش احسان کرده. از این عذاب الله نجات پیدا کردن کار خود انسان نیست. الله که کسی را توفیق بده که به منهجی که الله برش وضع کرده در دنیا زندگی بکنه و دمو روزی عذاب الله از پیش گردانیده شود، فقد رحمه، یقینا الله سرش واقعا رحم کرده. اصل نجات، اصل امر ضروری و نموسته. و ذالک الفوز المبین، همی که عذاب الله از پیشت بگرده، الله سر تو رحم بکنه، این کامیابی آشکاراست. الله نصیب ما بکنه که مسئولیت خود ادا بکنیم. خب برادر و خواهرها، این مسئولیت ادا نمیشه. به الله قسم که عقیده توحید به مردم آشکارا نرساندی، و بسیار چاپلوسی نرساندی، وظیفت انجام ندادی که بعد پایش بیفت گریان کو که عقیده توحید بپذیره. پدر جان، ای مادر جان، ای همسایه، نکو عقیده توحید بپذیر. تا که نمی قسم نکردیم در این توحید خدمت نکردیم، با این عقیده خدمت نکردیم، نخواد که این عذاب الله از ما گردانیده شود. عذاب الله از ما گردانیده نمیشه. و یمسسک الله بضر، آیت صریح واضح است. و یمسسک الله بضر، اگر برسه
عقیده اصولی است، اساسی است. لیکن امروز ببینه مردم ما را، این قدرت ها را در بین کی تقسیم کرده؟ در افغانستان تان فلانی زیارت برای دیواناست، اینجا دیوانا جور بشه. فلانی زیارت برای زردیست، فلانی زیارت برای سیاهیست، فلانی زیارت برای دندان دردیست، فلانی زیارت. نعوذ بالله نعوذ بالله. مرکب که شاشه بندم میشه زیارت داره در افغانستان. شما باور به الله با چشم سر دیده مرکب در گرد قبر هفت گردش گردانده. خیرت از چی میکنی ها مردکه؟ شاشه بند شده نعوذ بالله. شاشه بندی مرکبی تم تو زیارت برش مقرر کرده بودی. بله اموت رب الانواع از چی بود؟ یونانی ها بود. ای رب ظلمت است، ای رب نور است، ای رب زناست، ای رب مرداست. در مشرکین هم همین قسم برای خود مقرر کرده بود. هر روز برای خود رب داشت. این در زمان فرعون همینطور رب بازی بود. امروز تو مسلمان او مردما سنگاره، چوباره، آفتابه، مهتابه، چشمه و گو و ایواناته، تو مسلمان قبرای بزرگا و قبرای مسلمان ها را تقسیم کرده قدرت الله متعالی و برش عقیده داری. بری امیالی بریم در دی غزنی که فقط سوال بکنی کجا میری، از کجاستی، که میگه از مزار آمدم. کجا میری؟ غزنی. خیرت است. مریضه میبریم اونجا. این روز این دمی ماه مبارک رمضان برو اونجا استاد شد. کلی مردم ختمه میکنه، قرآن نمیشنوه. محض شنیدن قرآن الفاظش توتی وارد چی فایده داره؟ هر کدام بگی من ختمه خلاص کردم، در 3 شب ختمه خلاص کردم، قرآن خلاص کرده خود، لیکن آلی در غزنی روان است. در سرخکانی لغمان که دور میخوری، یک قبر است در پشت سرک، ریش سفید میباشه، تارا در دستش رنگه، موتر استاد میشه، دریور سواری صدا میکنه استاد کو که یک چند تار میگیرم برای زردی. این تارا از کجا؟ این زردی ها را کی از بین میبره؟ خیلی دکترها این قدر تحصیلی 20 سال، این زحمت، این محنت، این ریسرچ، این مطالعه، این همه گپا، این آسان گپ است. شما دیگه پنزه طب کابل هم کمال لغو اعلان کنه بخی داریم دیگه، هر مرض دوا کننده داریم. شما خود قضاوت بکنی که امروز معاشره در کدام حالت قرار داره. انصاف از انصاف کار بگیریم. قرآن برای ما چی میگه؟ و یمسسک الله بدر، اگر برسانه الله برایتان بدر یک تکلیف، فقر، مریضی، حالت ناگوار، غم، درد، اندو، استراب، پریشانی برات بیاید، الله برات برسانه. فلا کاشف له، هیچ کسی نیست دور کننده له برای نمی در اصل حقیقت الا هو، بغیر از الله. دکتر رفتم دوا را خوردم جور شدم، در دوا تاثیر کی انداخته بود؟ استعداد فهمیدن تشخیص مرضی تو را به دکتر کی تعلیم داده بود؟ این دکتر مخلوق الله نیست. از همون خاطر برای مسلمان احتیاط بکار است. دکتر رفتم دوا داد، الله برام شفا داد با واسطه دوا. اینطور باید بگوی، نگوی که من جور شد، دوا مرا جور کرد. دوا جور نمیتونه، پدری دوا جور نمیتونه، الله جور میکنه. تا و یمسسک بخیر، اگر برسان الله بری تو خیره، آن چیزی که سبب صحت، مال، دارایی، حالت خوشحالی، راحت کننده، جزا محذوف است. فیقدر علی اتمامه، قدرت دار الله متعال به تمام کردن، به پورا کردن اینمی خیر. و این اراد الغیر قطعه، اگر چی دیگه مردم اراده قطع کردن خیر داشته باشه نمیتونه. فهو علی کل شیء قدیر، الله بالای تمام چیزا قدرت داره، همه چیز الله قدرت داره. اگر مردم بخواه که خیر است تو قطع کنه، قطعا نمیتونه. که الله اراده اتمام کرد، تکمیل کرد، نه 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 نه. اگر در دست مردم می بود مولی متوکل عالی وقت بعد در گور می بود. در 100% چقدر؟ 2% مردم شما آمده، 2%. 98% در کابل وی 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 میگه الله ای را هلاک کنه. همونطور میگه نمیشه. الله که چیزی را خواسته باشه نمیشه. منصوبه ها مردم ساختن نمیشه، الله نخواسته. ما همه در اختیار الله متعال قرار داریم. از این دلیل چطور کدام طرف چپه شویم شما بگوید. اگر بر انسان تکلیف الله برسانه کسی هست که مشکل حل بکنه؟ ها؟ و هو القاهر فوق عبادی، الله زبردست و غالب است. قاهر او را میگه که هیچ کس در مقابل از او مقابله کرده نمیتونه.
یا قاهر میگه کسی که به تنهایی تمام نظام گردانده میتونه، تدبیر میتونه. بله هر دو صفت الله متعال است، کسی نیست. و هو القاهر، الله گرداننده نظام است به تنهایی. و هو القاهر، الله غالب است، هیچ کس در مقابلش ایستاد شده نمیتونه. فوق عبادی، بالای بندگان خود است. اینجا کلمه فوق از متشابهات است، بالای بنده است، معین است، سر عرش است، بنده ها در زمین زندگی میکنه. چی رقم است کیفیت به ما معلوم نیست. نه صفتت معطل میکنیم، نه تاویل میکنیم، نه تشبیه میدیم، نه امو رقم که قشان کیست؟ الله بالای بنده های الله بالای بنده هاست. زیارت غزنی بالای بنده ها نیست. اگر چند دانه ولی دیگه میبود به کعبه اینجا جور میشد. ای اولیای شما خب پس از اسلام آمده، کعبه خب این از زمان ابراهیم علیه السلام است. هیچ رقم جور میشد کعبه. این واهیات سیکو بدبختی دیگهش الله اکبر، پایش مردم بوسه میکنه. در یک تقریر در دستاربندی میگه که مردم غزنه از عرش کده بهتر است. نعوذ بالله، از عرش حالا کده غزنه بهتر است. چرا؟ به خاطری که در غزنه اولیای الله است. بدبختی خبیث، اگر تو عقل داشته باشی کلی اولیا را جمع بکنی به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم میرسه. خیر مدینه منوره از عرش کده بالاست، تو بدبخت تو غزنی را میگی. ولی به صحابی رسیده نمیتونه. مکه مکرمه و این مملکت هایی که صحابه خون داده بلست به بلست شهید داده، او سرزمین ها خیر سر عرش باید بالا باشه. اینی مردم بیچارگک گنگا برش نشسته است، بازمو مردکه را دستش بوسه میکنه، بایش بوسه میکنه که دمو منبر بگه از زیر صدا کنه که غلط کردی، بد گفتی. هیچ چیز از عرش الله کده بالاتر شده نمیتونه.